با سلام خدمت هنرجویان گرامی. مبحث این جلسه ما معارفه و تعدیل هدف. یعنی چی؟ اجازه بدید کم توضیح بدیم تا بهتر باشه. فرض کنید هنرجوی، حالا یا خود شما و یا دیگری وارد کلاس میشه و خب قراره که ثبت نام کنه و اون وقت رو نقاشی فرا بگیره. چیزی که باید اینجا در وهله اول سنجش بشه توسط یک مربی کار کشته اینه که اول قلم کاغذ رو باید کنار بذارن، هدف طرف رو ببینن چیه. یعنی چی؟ ما انگیزه های مختلفی دارن که در کلاس شرکت میکنن. یه گروه هستن مثلا خانواده بچه‌شون فقط برای اوقات فراغت میارن، میخوان که این تابستونی مثلا سرشون بند باشه، اصلا براشون مهم نیست که این هنر رو یاد بگیره یا نه، به قصد اوقات فراغت آوردن. خب هیچ قرار نیست که با یه سری تمرینات حرفه‌ای بی گروهی که اومده فقط برای اوقات فراغت وقتشو بگیرن، کسلش کنن، اذیتش کنن. بهتره که اینجور افراد به یه سری نقاشی رنگی، مداد رنگی، گچهای پاستل، کارهای خاطری براش بمونه تا یه خاطره خوشی از نقاشی براش مونده باشه و در آینده بتونه بلکه کاملترش هم بکنه. پس قدم اول اینه که ما در اون معارفه از هنرجو بپرسیم که چه هدفی داره. یکی اوقات فراغتیه، یکی نه به نقاشی علاقمنده، حتی سوای اوقات فراغت هم حاضر باز وقت بذاره و ادامه بده این نقاشی رو. باز از این هم حرفه‌ای طرف یک عده حتی به عنوان شغل دوم میخوانش، یا علاقه شدیدتری دارن یا انگیزه های محکمتری دارن، اونا به اوقات فراغت و تعطیلی و مدارس اینا کار ندارن، در هر شرایطی سعی میکنن تقویت کنن کارشون. و یا بعضی هستن که اصلا حرفه‌ای دوست دارن و کارشون همینه و فقط میخوان این کاره باشن. هر کدوم از اینا یه دستورالعمل کاری دارن، اینو باید یک مربی کار کشته پیدا کنه همون اول. چون اگر فرض کنیم هنرجویی باشه که اومده فقط برای ایام فراغت کمی سخت بگیری، به تمریناتی بدی که بهتر کنی، میخوای نقاشی رو رشد کنه، ولی اون همچین آمادگی و قابلیتی نداره، همچین انگیزه‌ای نداره، اینا رو باید کاملا درک کرد و سنجید و تمریناتی متناسب با هدف هنرجو براش قائل شد. نکته بعد در امر آموزش تعدیل هدف، یعنی هنرجویی که وارد میشه، ما اول که فهمیدیم به چه میزان میخواد خودشو با این هنر درگیر کنه، سبک، سنگین، حرفه‌ای، هر جور، هدفش هم باید معلوم باشه. اینم کمک زیادی میکنه. بذارید من یه مثال بزنم. خودم اوایلی که میخواستم نقاشی رو شروع کنم احساس میکردم که نقاشی یه چیزی مثل عکاسیه. با خودم میگفتم خب در مجالس مثلا مختلف ما عکس پسرمو اینجا میکشم، عکس پسرمو اینجا صفحه میکشم، اونو اضافه میکنم، اونو کم میکنم. چیزی که حالا که گذشته و فهمیدم حتی این کارا با فتوشاپ به این راحتی که ما از نقاشی انتظار داشتیم امکان پذیر نبود. این باید هدف مورد نظر هنرجو تعدیل بشه، نه به اونجور، نه خیلی به قول معروف نه افراط نه تفسیر. اینم کار یک مربی خوبه که همون اول در مسیر درست با تمرینات متناسب هدف هنرجو رو متعادل تر کنه. اگر این کار نشه چی؟ حالا اگر این مسائلی که ما تک تک حالا روش بحث میکنیم بسیار مهمه. حالا فرض کنین همین تعدیل هدف صورت نگیره، یه هنرجوی بیاد هدف بالایی داشته باشه مثل یکی خودم و بخواد چنین کنه چنان کنه، بعد از یه مدتی که کار میکنه شبانه روز فلان کم هم نمیذاره، میبینه به اون هدفی که میخواد نرسیده، غافل از اینکه اون هدف عملا دست نیافتنی بوده عملا. ولی خب به خاطری که این درست آمادگی نشده، متعادل نشده هدفش، خب این سبب میشه که دل سرد بشه، میبینه هر کار میکنه به اون هدفش نمیرسه، خود به خود نقاشی رو میذاره کنار. پس در این دو قسمت حتما هنرجویان و اساتید گرامی همکار خوبم دقت داشته باشن.
هم معارفه که میزان علاقه و یا درگیری شخص رو با این هنر بفهمید و هم هدفش چیه که اون متعادل بشه که تا آخر مسیر مثل انگیزه براشون کاربرد داشته باشه. و دو نکته آخر، آموزش های فعلی ما، دروسی که تو این ویدیوها آموزش میدیم برای اشخاص حرفه‌ایه، اونایی که میخوان خیلی سریع 0 تا 100 پیشرفت کنن، دینامیکی. ما هم توضیح دادیم، ولی خب میگم قضاوتش، تعدیلش و تنظیم تمرینات با خود هنرجوی گرامی، یعنی خودشون بررسی کنن، ببینن به میزان علاقه، انگیزه‌ای که دارن، هدفی که دارن، روزی چقدر میتونن وقت صرف کنن. روزی نیم ساعت کافیه، روزی 2 تا یه رو کافیه، روزی 2 تا نیم ساعت چه بهتر، روزی 2 تا 1 ساعت چه بهتر، روزی 4 ساعت مختلف خب چه بهتر. همه اینا امکان پذیره، ولی میزانش به هنرجو بستگی داره، به علاقش، خستگی ناپذیریش و یا عوامل دیگه که ما تک تک ذکر میکنیم و روش بحثی هم میکنیم که برای هنرجو حسابی جا بیفته. و نکته آخر این که برای اشخاصی که حرفه‌ای دنبال این کار نمیخوان باشن، مثلا ما توی یکی از هنرجوهامون یه خانومی بود اومد، اولش گفتم خب شما تا چه حد دوست داری نقاشی یاد بگیری؟ گفت من همه نقاشی رو دوست دارم یاد بگیرم، خیلی عالی و فلان. خیلی هم اما اول محکم می اومد و ما هم یه سری تمرینات طراحی برای شروع بهش دادیم و اینا. بعد دیدم نه، یه تفلک اذیت، مشکل داره، استعداد طراحی نداره، همچی براش سخته. سیاه قلم هم یکی دوتایی یه کارایی کردیم، اونم جوابی نداد، انگار مشکل داشت با این دو قسمت کنم. ولی به مبحث رنگ و کارهای ساده‌ای که دیدید، اگه دیده باشید مثل باب راست که زمستون تابستون کار میکنه با کلبه و این چیزای ساده، از این کارهای ابتدایی بود. یکی کار کردم خیلی به مذاق این خانم خوش اومد و اون بود نتیجه‌ای که از این مثال میخوام بگیرم، یه که این خانم از ابتدا باید، هرچند خودش نمیدونه، هرچند مربیش هم نمیدونه، سالی بود در نهایت رسید به این مسئله که ایشون فقط تو این کار مربوطه میتونه خوب جواب بگیره. برای همین خوبه که همون اول تفکیک بشه مباحث مختلف و تعیین بشه و خیلی سریع با تمریناتی که تنظیم میشه به اون هدف رسید. و آخرین نکته این که نگاه کنید، خود نقاشی هم علیرغمی که به ظاهر آسون میاد دارای رشته های مختلفیه و واقعا باید اینا هم تفکیک شده بره جلو. من خودم نگاه میکنم، نگاه کنید اون موقع ما یه دستگاه های اوپک که الان تو بازار هست و پروژکتورهایی که عکس رو منتقل میکنه رو سایزهای مختلف، هر جور بخوان لنز داره، نبود. ما اجباراً باید دوره طراحی سیاه قلم، رنگ روغن، پاستل، آبرنگ، اینا رو باید ریاضتی طی میکردیم. اما از موقعی که این دستگاه زیاد شده و تو بازارم هست، هنرجوها زحمت خیلی کارا رو به خودشون نمیدن، از جمله طراحی که حالا ما تو مبحث طراحی باید بیشتر و زوم شده تر توضیح میدیم. اما این نکته‌ای که بود فقط اوپک، خب این اوپک میتونه خوب باشه، میتونه بد باشه. خوب از این لحاظ که ما خودمونم استفاده میکنیم، او کارش درست پروژکتور عکس 5 نفر رو همزمان میندازه رو تصویر و ما میتونیم بهره ببریم، مشکلی هم نداریم. اما این نباید جلو طراحی شخص رو بگیره، یعنی اگه یک جا لازم شد در ورکشاپی زنده طراحی کنه اون نتونه. خب این میتونه خوب باشه از این بابت که برای یک کسی که از لحاظ تجاری دنبال این کاره میتونه خیلی سریع عکسو بذاره، اون 5 نفر رو آن طراحی کنه و بعدم رنگش کنه یا سیاه قلم بده، ما خودمونم استفاده میکنیم. ولی اگر قرار باشه زنده کار کنن و یا به قول معروف مقداری اصولی تر، این مورد داره. حالا
نکته‌ای که میخوام در پایان ازش نتیجه بگیرم این که اینم قضاوتش با خود هنرجو. یعنی چی؟ یعنی اون حاج خانمی که فرزن اومد و خیلی علاقمند بود به نقاشی و آخرش هم جذب کار رنگ روغن شد، خب این احتیاجی نداره مثلا طراحی به خودش سخت بگیره، احتیاجی نداره در ورکشاپ ها شرکت کنه. این میخواد این منظره قشنگی بتونه رو بوم نقاشی کنه برای تو خونهشون، برای کادویی که میخواد ببره به بچه‌ش هم در همون آموزش بده. ادعای حرفه‌ای نداره، تو مسابقات نمیخواد شرکت کنه. خب اوپک برای اینجور افراد و پروژکشن ها خب خیلی هم خوبه، کارشون رو جلو هم میندازه، همونجور که همه استفاده میکنن. اما برای اشخاص حرفه‌ای این اوپک یک جورایی دست پاگیره، چون کم کم اونا رو تنبل میکنه و از تمرینات اصلی طراحی اونا رو میندازه. حالا ما در مباحث مختلف زوم میکنیم و اون مسائلی که لازم هست در رابطه با هر بخش توضیح خواهیم داد انشالله.